الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. خب برادرای عزیز، تصمیم گرفتیم که ماه شریف رمضان که ماه مبارک است، ماه نزول قرآن است، ماهی است که در این ماه قرآن عظیم الشأن نازل شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم که این نیت خیره در همین ماه شریف رمضان شروع کنیم و درس های تجوید قرآن به زبان تاجیکی ساده، به زبان عادی تاجیکی ساده، یعنی با شما صحبت داشته باشیم. بنابراین انشاءالله از درگاه خداوند باری تعالی تمنای او ندارم که خداوند در این کار توفیق عطا کند و آسان گرداند. پیش از شروع کردن درس یک چند نکته را میخواستم تذکر دهم که بنده همچون یک نو شاگرد، نو قدم در این ساحه یا اینکه در این میدان قدم نهاده ایستادم. بنابراین هرچی پیشنهادات و هرچی ایراداتی که باشد میتونید به جانب بنده ارسال نمایید و انشاءالله که پذیرفته میشوند. دیگر نکته که میخواستم پیش از شروع درس تذکر کنم خب این است که رفتی درس با زبان عادی تاجیکی گوییم یا اینکه لهجه بگیم جریان می‌یابد، به خاطری که ساده‌تر و آسان‌تر می‌شود. برای بنده نیز آسان است که با لهجه صحبت داشته باشیم. خب دیگر چیز درس تجوید، در خصوص درس تجوید دیگر نکته‌ای که می‌خواستم بیان کنم این است که خب این درس برای نفرای میتواند مفید باشد که الکی حرف شناس هستند و نیتی یعنی قرآن خوانده میتوانند فقط به تجوید، به همون قواعدی که مخصوص خواندن قرآن کریم است. بنابراین این درس برای همون نفرایی هستند که حرف شناس هستند ولی تجوید را نمیدونند. کوشش میکنیم که درس ساده باشد و آسان فهم و کوتاه باشد، چون که وقت مبارک شما نیز بسیار تنگ است برای این موضوع ها. بنابراین کوشش میکنیم که درس کم باشد. خب درس اول، شکل درس یا که درس به همین شکل جریان می‌یابد که درس اول و موضوع درس خوانده می شود. امروز درس یکم الفبای زبان عربی. چون ما به قرآن کریم سر و کار که داریم، درس تجوید متعلق به زبان عربی و به قرآن کریم است. قرآن کریم می‌دونید که با زبان عربی نازل شده است. بنابراین ما پیش از همه باید که الفبای زبان عربی و حرف‌های الفبای زبان عربی یعنی آشنا باشیم. برای همین موضوع درس اول ما مربوط است به الفبای زبان عربی. دیگر از ویژگی درس همین است که درس به طریق سوال جواب جریان می‌یابد برای آسان شدن فهم. سوال: الفبای زبان عربی از چند حرف عبارت بوده و کدام حرف‌ها میباشند و آنها کدام حرف‌ها میباشند؟ جواب: الفبای زبان عربی از 28 حرف عبارت بوده و اینهایند: مرحمت الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دل، ذل، را، ز، سین، شین، صاد، باد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، ه، واو، یا. من این حرفی 28 حرفی که در زبان عربی خب یعنی الفبای زبان عربی از همین ها ترکیب یافتگی هستند.
خب ایضاح گفته یعنی روشنی. یک چند نکته مهمی که در این موضوع باید که روشنی اندازیم و هر یکی ما بدوند. ایضاح اول یا اینکه روشنی اول همین است که حرف‌های زبان عربی همچنان که در قرآن کریم خوانده می‌شوند باید همان گونه تلفظ کرده شوند. یعنی همین 28 حرفی که ما خواندیم به مانندی که در قرآن کریم چگونه تلفظ می‌شوند همان گونه شکل صحیحشون همین است که همان گونه تلفظ شوند. حاضر با مثال قطعی انشاءالله آسان‌تر فهمیده می شود. مثلا بینید ما حرف داریم در اینجا حرفی را داریم، را گفتیم. چرا این را باید این حرف را باید ما را بگیم؟ حالا اون که در بعضی منطقه ها خاصتا در تاجیکستان ما خب حرفی ر میگن، ر. یا اینکه اگر در عموم گیریم همین خیلی خوانده می شود الف ب ت س جیم ح خ دال زال ر ز سین شین صاد باد، همین شکل خوانده می شود و آمدگی اتقه ازغه میگیم. خب یعنی منظور من از این ایضاح همین است که ما نباید به این شکل خوانیم. شاید این لهجه باشد، شاید این خاصی زبان فارسی باشد، چون که الفبای زبان فارسی و زبان عربی زیاد که با هم نزدیک هستند، بنابراین ممکن خاص زبان فارسی باشد، اما در زبان عربی این خیلی خوانده نمی شود. الف حرف ها، تلفظ حرف ها یعنی به چه شکل خوانده می شود؟ همون شکلی که در قرآن کریم وارد شده است. برای مثال در قرآن کریم ما حرف‌های مقطعه داریم، یعنی حرف‌هایی داریم که باید که به شکل همون بودگیشون تلفظ کرده شود. مثلا سوره طه داریم، طه. ببینید در همینجا حرف تا میگیم، نمیگیم اتقه، نمیگیم کو طه میگیم، طه. فهمیده می شود که همین حرف نامش در اصل چی بوده است؟ حرف تا، تا، اتقه نه بلکه تا. خب یا اینکه دیگر مثلا ه میگیم، نمیگیم که ه، نمیگیم بلکه ه. و به همین خاطر وقتی خواندن من اینجا که اومدیم نمیگیم ه و یا نمیگیم بلکه ه میگیم، ه. یا اینکه مثال دیگر حرف را گفتیم، ما نمیگیم ر بلکه را میگیم. دلیل من چی است؟ همون آیت های قرآن کریم که میگیم الف لام را، دیدید؟ را، الف لام ر نمیگیم که را میگیم. یا اینکه حرف ح نمیگیم در قرآن کریم، حرف ح هست، ح. سوره حمیم مثلا بسیار حمیم داریم، حمیم عین سین قاف. یا که یاسین. خب یا اینکه سوره قاف، سوره قاف داریم، قاف نمیگیم که قاف میگیم. خب یا سوره نون داریم یا دیگر سوره ها که یعنی شکل خواندن حرف ها از این آیه ها برای ما معلوم می شود. این یکم ایضاحی که باید گفته شود در وقت الفابتی یا اینکه حرف های زبان عربی را تلفظ کردن. دوم ایضاح در مورد این است که بعضی ها میگن در زبان عربی 29 حرف است، 28 نه. مثلا لام الف هم هست گفته. بعضی ها حتی 30 تا حرف میگن، میگن که مثلا همزه هم الواحده یک حرف است گفته. ما که با درس تجوید گذشته ایستادیم و این درس تجوید زیادتر به معنا نیو، یعنی البته که به معنا تعلق دارد. انشاءالله آینده که وقتی رفتیم از روی معنا مقامات آیه ها مثلا آوازها تغییر می‌یابند، این معلوم است. اما در مرحله اول باید ما بدانیم که اکنون ما به آوازها بسیارتر سر و کار داریم، زیاده از اونه که به معناها سر و کار داشته باشیم، به آوازها درس متعلق است. بنابراین ما میگیم که وای لام الفی که شما میگید یک حرف الواحده است، همون لام الف عبارت است از چه؟ حرف لا عبارت است از حرف های لام با الف یک جا شدگی و لام الف پیدا شدگی است که ما میگیم بنابراین حرف الواحده شماریده نمی شود. 29 حرف گفته لام الف ما حسابش نمیکنیم در علم تجوید البته. و یا اینکه همزه را به یک حرف دیگر حساب میکنن، ما میگیم که وای همون آواز الف افاده کردنش ممکن، بنابراین ما حرف الواحده حسابش نمیکنیم، چون که همزه و الف این یک وقتی قرائت کردن بگیم یک آواز افاده میکنن.
خب این بود برادرای عزیز درسی اولی ما از الفبای زبان عربی یا اینکه از علم تجوید. اگر ما از حاضر ما همین موضوع را خوب درک کرده باشیم انشاءالله برای آینده آسان می شود. شاید شما گویید که این چی تعلق دارد این الف ب ت س گفتگیتون یا الف ب ت ت گفتنتون به زبان عربی. انشاءالله از درس دوم سیم الکی فهمی شروع می شود. کم کم شروع میکنید به فهمیدن. فقط از شما خواهش میکنم که یک دو درس صبر کنید. خب در آخر یک بار دیگر حرفا را تلفظ میکنم و خواهش میکنم که شما نیز همین نوع را در خانه یعنی زیاد تکرار کنید. الف، الیف نمیگیم چون که کشیده نمیشود، لیش کشیده نمیشود. الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خا. بینید چی با خ نگفتیم. مثلا گفتیم که ت، ث، جیم گفتیم، ح گفتیم، اما خا گفتیم، اینش آ گفتیم. اینا انشالله از درس دوم الکی شما در این موضوع فهمیش پیدا میکنید که کدام حرفا خا آ قطعی تلفظ میشوند. دل، ذل، را. بینید را آ قطعی تلفظ شد، ر نگفتیم، را. ز، سین، شین، صاد، باد. صاد به آقد تلفظ شد، باد به آقد تلفظ شد. تا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، ها، واو، یا. این بود درسی امروزه ما برادرای عزیز. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.